وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. بینندگان گرامی، در این برنامه و در این قسمت ان شاء الله با هم در مورد اثبات صفتی از صفات الهی که صفت نزول هست در موردش ان شاء الله صحبت خواهیم کرد، چون این صفت هم متاسفانه مورد تحریف و دستبرد بعضی از افرادی که خودشان را منتسب به اهل علم میکنند متاسفانه قرار گرفته و احیانا بعضی از افرادی که خودشان را منتسب به اهل سنت میکنند این اشتباهات را تکرار میکنند و جای دارد که درست این موضوع شرح داده بشه و در مورد برخی از شبهاتی که افرادی که این را انکار میکنند یا تحریف میکنند مطرح بشه و شبهاتشان جواب داده بشه تا در ذهن بیننده گرامی ما، تا در ذهن برادر و خواهر مسلمان ما چیزی از این شبهات که حقیقتاً تو خالی هست و اسمش همراهش هست، شبهه، دلیل نیست، شبهه هست. چون فرق در میان شبهه و دلیل هست. دلیل مبتنی بر یک اساسه ولی شبهه مبتنی بر اساس فکر پوچ یک افراده، یعنی مبتنی بر اساس و مبنایی نیست، مبنایی نداره، اصولی نداره، بلکه یک چیزیه که در ذهنش افتاده و خلاص آن را مطرح میکنه برای دیگران. اما دلیل بر اساس مبتنی هست بر یک اساس، بر پایه و اصول. به هر صورت ما معتقد هستیم و باور داریم که الله متعال سبحانه و تعالی در هر شب، در ثلث اخیر شب به آسمان دنیا نزول میکنه و بر آسمان دنیا فرود میآید و معنای نزول یعنی فرود آمدن. و این نزول پروردگار سبحانه و تعالی در ثلث اخیر شب است، یعنی شب را که 3 قسمت بکنیم در قسمت اخیریش، یعنی مثلا شب را که شما 12 ساعت بدانیم 8 ساعت اول نه 4 ساعت اخیرش، به این میگن ثلث اخیر شب. و این نزول و فرود آمدن الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا نزولی است بلا کیف، یعنی ما کیفیتش را نمیدانیم. چگونه الله فرود میآید نمیدانیم، چگونه الله سبحانه و تعالی فرود میآید این را ما نمیدانیم و تمثیل هم نمی کنیم که الله چگونه فرود می آید، چون این حق را نداریم، در موردش علم نداریم که الله میگه ولا تقف ما لیس لک به علم. در آنچه که علم نداری دنبالش نرو، دنبالش در حرکت نباش. ما هم چون در این مورد معلوماتی نداریم و معلومات ما برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و قرآن و سنت در این مورد ساکتن، ما هم ساکت میمانیم و حرفی برای گفتن نداریم و چیزی را نمیگوییم در این مورد، تعلیق و اضافگی در این مورد نداریم. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند که الله متعال در ثلث اخیر شب
نزول میکنه به آسمان دنیا، ما هم قبول کردیم، ما هم در برابر فرمان و در مقابل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم انقیاد داریم، فرمان برداری داریم و تسلیم هستیم. آنچه که پیامبر بگویند از جانب الله سبحانه و تعالی میگویند و پیامبر علیه السلام چیزی از پیش خود نمیگویند و پیامبر علیه السلام چیزی را نمیگویند که خلاف واقعیت باشد و خلاف عقل صریح باشد. عقلهای مریض را نمیگویم، عقل صریح و سلیم. اول حدیث را با هم دیگر میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد چی میگن. حدیثی که امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله در صحیحین، در صحیح ترین کتب بعد از قرآن کریم، بخاری و مسلم این حدیث آمده. رسول الله علیه السلام میفرمایند ینزل ربنا الی سماء الدنیا کل لیله. ینزل ربنا، پروردگار ما نزول می کند و ما این را بر حقیقتش حمل می کنیم، به دنبال مجاز نیستیم. چنانچه ائمه بزرگوار و علما در این مورد حرف زدند و ما در برنامه‌های گذشته به طور تفصیل صحبت کردیم که مادامی که یک لفظ بیایه، به خصوص در صفات، ما آن را بر حقیقتش حمل می کنیم، به دنبال مجاز نمیریم، به دنبال تأویل و به دنبال تحریف نمیرویم. حقیقتش اینه که ینزل و نزول میکند و نزول یعنی فرود آمدن. ینزل ربنا الی سماء الدنیا کل لیله. الله سبحانه و تعالی فرود میآید در آسمان دنیا در هر شبی، در تمام شبها، در هر شب. حین یبقى ثلث اللیل الاخر، وقتی که باقی میمانه ثلث اخیر شب. ثلث اخیر شب یعنی در ثلث که باقی میمانه الله سبحانه و تعالی نزول میکنه. فیقول، الله میگوید من یدعونی فاستجیب له. چی کسی است که مرا بخواند تا او را اجابت کنم، تا او را اجابت کنم، دعایش را قبول کنم. از من چیزی بطلبد و من دعایش را قبول بکنم، از من بخواهد تا من دعایش را قبول کنم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. الله میفرماید ای پیامبر، اگر در مورد من از تو پرسان کردن، من نزدیکم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، و دعوت و دعای دعا کننده را من قبول میکنم. الله وعده داده که کسی الله را از ته قلب خود و با اخلاص بخواند، الله او را اجابت می کند و الله او را قبول می کند. الله او را می پذیرد. الله سبحانه و تعالی او را قبول می کند. من یدعونی فاستجیب له. چی کسی مرا می خواند تا دعایش را اجابت بکنم؟ چی کسی از من می خواهد تا من او را اجابت بکنم و جوابش را بدهم؟ من یسألنی فاعطیه. چی کسی از من می طلبد تا من برایش بدهم؟ از من بطلبد تا بدهم. جنت را می خواهد، هر چیزی که می خواهد بخواهد تا من برایش بدهم. من یستغفرنی فاغفر له. چی کسی از من استغفار می کند؟ چی کسی از من طلب مغفرت می کند تا من او را بیامرزم، تا من او را مورد آمرزش و بخشش خودم قرار بدم. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله روایت کردند. حدیث در بالاترین درجه صحت است، در بالاترین درجه صحت است که بخاری و مسلم هر دو با هم این حدیث را روایت کردند. متاسفانه این نزول پروردگار سبحانه و تعالی را یک عده از افرادی که خواستن این را با عقل خود سر بدن و خواستن با عقل خود این را جواب بدند، متاسفانه معنایش را تغییر دادن. معنای این نزول، الله میگه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ینزل ربنا، پروردگار ما فرود میآید. اینا میگن نه، منظور این است که ینزل ملائکت الله، ینزل رحمت الله، ینزل ارادت الله. یعنی چی؟ این حقیقت لفظ را گرفته به مجاز تعبیر میکنن. مثلا از طوائف اهل بدعت
یک عده میگویند منظور از اینجا این است که الله متعال رحمتش را در ثلث اخیر شب میفرستد. یک عده میگویند الله سبحانه و تعالی اراده اش را در ثلث اخیر شب میفرستد. یک عده میگویند که منظور این است که ملائکه الله فرود میآیند. اجازه بدین که این سه قول را با هم رد بکنیم از قرآن کریم و از دیدگاه عقل صریح و عقل سلیم. اول میگن که منظور از نزول الله که الله پیامبر میگن ینزل ربنا، میگن منظور این است که اراده الله فرود میآید. ما برایشان میگوییم که نزول رحمت، نزول اراده الله و اراده و خواست الله و مشیت الله خاص در ثلث اخیر شب نیست. شما کور خواندید، نفهمیدید، یک چیزی از علم را گرفتید و خیلی چیزهای دیگر را فراموش کردید. مگر الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه سجده آیت 5 نمیگه که یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون؟ الله متعال تدبیر میکنه امور را در من السماء الى الارض. الله سبحانه و تعالی همیشه و این چیزی است که حقیقتا به طور مستمر انجام میشه، به طور مستمر این کار انجام میشه. این گونه نیست که خاص در ثلث اخیر شب باشه، اراده پروردگار فقط خاص در ثلث اخیر شب باشه. این چه قولیه؟ این چه حرفیه؟ در کجا آمده که الله سبحانه و تعالی اراده اش را خاص در ثلث اخیر شب کرده؟ الله متعال اراده اش در تمام وقت، در تمام احیان، در شب و در روز و در هر دقیقه و در هر ساعت و در هر ثانیه هست. خاص کردن این که در ثلث اخیر شب، این حقیقتاً جزئی از آیات قرآن را انکار کردن است، جزئی از مسائل عقیدتی را انکار کردن است. چگونه شما اراده پروردگار را مختص میکنید به قسمت اخیر شب یا ثلث اخیر شب؟ آن هم نمیگه ثلث اخیر یک روز کامل که شب باشه و روز باشه، در برگرفته شب در روز باشه، بلکه ثلث اخیر شب. یک عده دیگه میگویند که مراد از در اینجا نزول رحمته، یعنی الله متعال رحمتش را در این قسمت از شب میفرسته. ما با شما در یک قسمت موافقیم. بله درسته، الله سبحانه و تعالی رحمتش را میفرسته در تمام احیان. شما میگید در ثلث اخیر شب، ما هم میگیم بله در ثلث اخیر شب و در تمام احیان و در تمام اوقات و در تمام لحظات رحمت الله متعال بندگان خودش را فراگیر میشه. مگر الله متعال نمیگه ان رحمتی واسعه، ان رحمتی واسعه، رحمت من وسیع است، رحمت من وسیع است، فراخ است. شما که آمدید رحمت الله متعال را مخصوص در این لحظه و در این وقت کردید، به کدام دلیل؟ مگر الله سبحانه و تعالی نمیگه و ما بكم من نعمت فمن الله؟ هیچ نعمت شما ندارید مگر این که از جانب الله متعال است، رحمتی از جانب الله است. این نعمت هایی که ما در شبانه روز داریم، همه اینها از رحمت الله متعال سبحانه و تعالی برای ماست. در سوره مبارکه نحل آیت 53 یک کس بیای بگه نه رحمت الله فقط خاص در ثلث اخیر شبه، در این قسمت که در ثلث اخیر شبه بله، ولی در تمام اوقاته. اما در این حدیث خاص شده ینزل ربنا الى سماء الدنیا کل لیله. الله متعال در هر شب، در ثلث اخیر شب که در ادامه میگن ثلث اخیر شب، الله متعال در آسمان دنیا نزول میکنه. خب این خاص در یک وقت خاصه، ثلث اخیر شبه، اما رحمت الله فراگیر در همه اوقات است. بنابراین این قول خیلی بعید و دوره. قول دیگری بعیدتر و دورتر و خیلی بدتر و زشتر اینه که میگویند منظور از ینزل ربنا یعنی فرشتگان الله هستند. اولا میپرسیم که ربنا در کجای لغت عرب آمده رب به معنای ملائکه و فرشتگان؟ چرا شما حقیقت لفظ را به مجاز تعبیر میکنید و چیزی را اضافه میکنید و میگید در اینجا ملائکه مقدره، یعنی ملائکه تو ربنا، یعنی فرشتگان پروردگار ما؟ این را شما از کجا آوردید؟ از کدام جیب خود آوردید؟ به کدام دلیل این حرف را میزنید؟ در ضمن این حدیث رد بر قول شماست. آیا فرشتگان میان میگن من یدعونی فاستجیب له؟ فرشتگان این حرف رو میزنن؟ فرشتگان میگن که شما از ما بخواید که ما برای شما اجابت بکنید؟ فرشتگان میگن من یسألونی فاعطیه؟ شما از من بخواید که من برای شما بدم؟
فرشتگان میگن من یستغفرونی فاغفر له. فرشتگان این حرفو میزنن، میگن که شما از ما بخواهید، شما از ما طلب مغفرت کنید تا شما را ببخشیم. این چی حرفیه؟ این خیلی دوره. این قول که کلن یعنی باطل، ابطل الباطل است. پس بناهن بینندگان عزیز و گرامی، این لفظ بر حقیقتش اطلاق میشه، بر حقیقتش روان میشه، نه بر مجازش. چنانچه ما اقوالی از ائمه بزرگوار در این مورد داریم، اقوال داریم که ایشان در این مورد میفرمایند که این بر حقیقت خودش اطلاق میشه، نه بر مجازش. و در برنامه‌های گذشته هم ما در این مورد به صورت تفصیل صحبت کردیم. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم، بعد از یک میان برنامه دوباره در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در مورد صفت نزول صحبت می کردیم و در برنامه گذشته هم گفتیم که قول امام مالک رحمه الله حقیقتا قولی است که بر تمام صفات پروردگار سبحانه و تعالی صادق میه. در اینجا میگیم که نزول معلومه، معنایش واضحه. نزول یعنی فرود آمدن. نزول یعنی فرود آمدن و کیفیتش غیر معقوله. ما نمیدانیم کیفیتش را نمیدانیم. الله سبحانه و تعالی خودش به کیفیتش آگاه است. کسانی که میگن منظور از نزول رحمت الله هست، یا منظور از نزول اراده الله هست، یا منظور از نزول فرشتگان الله هستند، اینها اول از یک دایره بدی افتادن به اینجا و او دایره بد دایره تشبیه هست. اول اینها الله را تشبیه کردن به مخلوقاتش، گفتن نزول یعنی فرود آمدن و این فرود آمدن نیاز به چی داره؟ پس بنان الله متعال هم لایق نیست که ما برای الله بگیم الله نزول میکنه، چون اگه بگیم نزول میکنه نیاز به این داره، نیاز به آن داره، ملزومات فاسدی که برای خودشان تراشیدن. ولی ما میگیم که الله متعال سبحانه و تعالی مثل مخلوقاتش نیست، لیس کمثله شیء، و معنای ظاهر این حدیث همینه که ینزل ربنا، پروردگار ما فرود میآید. چگونه فرود آمدنش را ما نمیدانیم، کیفیتش را نمیدانیم و آن را برای الله سبحانه و تعالی ثابت میکنیم. و این از اهل باطل که همیشه میگویند سلف و ائمه بزرگوار راه و روش اینا تفویض بوده. تفویض یعنی چی؟ یعنی این که اصلا ما ینزلو را ترجمه نکنیم، بگیم اصلا ما نمیفهمیم اصلا ینزلو یعنی چی. استوا را اصلا ما نمیفهمیم، نه میگیم استیلا نه هم میگیم قرار گرفتن، اصلا نمیفهمیم چی. این راه و روش سلف نبوده. سلف این امت ترجمه کردن بر اساسی که در قرآن آمده و بر اساسی که در زبان عربی آمده، چون قرآن به زبان عربی آمده. و ما دیدیم در برنامه‌های گذشته هم به صورت تفصیل گفتیم که ائمه بزرگوار معنایش را مطرح کردند و گفتند که فقط کیفیتش را ما نمیدانیم و آن را تمثیل نمی کنیم. اما اهل تفویض یعنی کسانی که صفات الهی را کلاً آن را توقف کردن در موردش، حرفی نمیزنند. اگر بگی که الله در کجایه هیچی نمیگه، ساکت میمانه. بعضیا میگن در همه جایی، میگن نه من این حرف نمیزنم. الله در آسمان، میگن نه این حرف را هم نمیزنم، ساکته. میگه من معنایش را نمیفهمم. مگر صحابه این گونه بودن؟ علمای اهل اسلام این گونه بودن؟ نافهم بودن، ساده بودن که هیچی را نفهمند؟ قرآن به زبان فارسی قرآن کریم به زبان عربی فرستاده شده و همه میدانن معنایش را.
به همین واسطه ما دیدیم که در برنامه‌های گذشته و در این برنامه ما اقوال از ائمه و علما داریم که و صحبت کردیم قبلا هم در موردش که اینها را تعبیر کردن علما، فقط گفتن که ما کیفیتش رو نمیدانیم و آن را تمثیل نمی‌کنیم، تشبیه به مخلوقات الله نمی‌کنیم. و قول امام مالک رحمه الله حقیقتا قولی که در تمام همه صفات گرفته میشه، همچنان که امام مالک گفتن الاستواء غیر مجهول، در اینجا میگن النزول غیر مجهول و الکیف غیر معقول، کیفیتش رو ما نمیدانیم و ایمان به آن واجبه و سوال کردن از طریقه آن و کیفیت آن بدعته. نعیم ابن حماد خزاعی شیخ امام بخاری رحمه الله میفرماید من شبه الله بخلقه فقد کفر، هر کس الله را تشبیه به مخلوقاتش بکنه کافر شده. و من جحد، و کسی که انکار بکنه ما وصف الله به نفسه فقد کفر، و کسی که انکار بکنه آنچه که الله متعال خودش را وصف کرده فقد کفر، کافر شده و کفر ورزیده. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه، و آنچه را که الله متعال خودش را وصف کرده و پیامبرش وصف کردن تشبیه نیست. مثلا وقتی ما میگیم نزول فرود آمدن، این به معنای تشبیه نیست. وقتی میگن استوا به معنای قرار گرفتن، این به معنای تشبیه نیست. وقتی میگن علو یعنی الله در آسمان است، این به معنای تشبیه نیست. به خاطر اینکه اهل بدعت اهل سنت را به خاطر که این صفات را اثبات میکنن چی میگن؟ میگن اینها مشبهه هستند، یا میگن اینها مجسمه هستند، اینها تجسیم میکنن، اینها تشبیه میکنن، نعوذ بالله. در حالی که کجاست تشبیه، کجاست تجسیم؟ شما هستید که اهل تعطیل و اهل تحریف هستید. اهل سنت ابدا این کار را نکردن و نمیکنن. و امام نعیم ابن حماد خزاعی شیخ امام بخاری رحمه الله میفرماید فمن اثبت لله تعالی ما وردت به الآیات الصریحه والاخبار الصحیحه، میگه آنچه که خداوند متعال در قرآن کریم در آیات صریح و آنچه که در سنت صحیح پیامبر به الله متعال اثبات شده، صفتی برای الله سبحانه و تعالی اثبات شده، علی الوجه الذی یلیق بجلال الله تعالی، به گونه‌ای که لایق ذات اقدس الهی است، و نفع عن الله تعالی النقائص، و این انسان از الله متعال نقائص و کوتاهی ها و بدی ها و زشتی ها را نفی میکنه، فقط سلک سبیل الهدى، این انسان راه و روش هدایت را پی گرفته. اما انسانی که صفات خداوند را تعطیل میکنه، انکار میکنه، یا انکار کلی یا انکار جزئی، مثلا صفت نزول را اصلا انکار میکنن بعضی ها آن را انکار کلا، یعنی چه انکار جزئی باشه چه انکار کلی باشه، کلا در مورد صفات وقتی حرف بزنید، ولی این صفت را کلا بعضا و برخی از طوائف و برخی از فرق باطل متاسفانه رد کردن، قبول نمیکنن اصلا. میگن این حدیث خبر واحد در باب عقیده گرفته نمیشه، نعوذ بالله، که ان شاء الله ما در این مورد هم به صورت تفصیل صحبت میکنیم که آیا گرفته میشه یا نمیشه، و شبهاتی که اینها در این مورد دارن در موردش ان شاء الله حرف خواهیم زد. و گروه دیگر این را تحریف کردن، میگن نزول بله حدیث را ما قبول داریم، ینزل ربنا، ولی منظور اینه که رحمته، منظور اراده، منظور فرشتگانن. و طایفه دیگری که اهل سنتن آمدن آنچه که آمده حقیقت لفظ را گرفته، به سراغ مجاز نرفتن و آن را قبول کردن که همانا حقیقتش اینه که نزول یعنی فرود آمدن. مجاز تعابیری که اهل تحریف دارن که به خودشان اهل تأویل اطلاق میکنن. این قول امام نعیم ابن حماد خزاعی در کتب مختلفی آمده، از جمله در تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 426 و 427 تحت تفسیر آیه سوره اعراف که الله سبحانه و تعالی در مورد استوا صحبت میکنه. یک شبهه دیگه اینها مطرح میکنن، میگن که وقتی شما میگید الله متعال در ثلث اخیر شب فرود میآید، در کدام ثلث اخیر؟ در آمریکا مثلا روزی در کشورهای آسیا مثلا مثل افغانستان، مثل ایران، تاجیکستان و سعودی و دیگر کشورها، وقتی در اینجا روزه در آمریکا شبه، در اینجا روزه. میگن شما این را چگونه میگید؟ در کدام ثلث اخیر شب؟ ثلث اخیر شب آمریکا یا ثلث اخیر شب آسیای میانه یا دیگر کشورهایی که با اینها موافقت دارن؟ در جواب اینها اولا میگین که ما تسلیم کتاب خدا و سنت پیامبر هستیم، آن چیزی که الله سبحانه و تعالی گفته و پیامبرش گفته ما قبول داریم. وقتی رسول الله علیه السلام میگن ثلث اخیر شب، ما ثلث اخیر شب قبول داریم. ثانیاً
ثلث اخیر شب در آمریکا، در همان ثلث اخیر شب الله متعال نزول میکنه. ثلث اخیر شب در آسیای میانه، الله متعال در همان ثلث اخیر شب در آنجا نزول میکنه. دیگه چی اشکال باقی ماند؟ دیگه چی میخواید بگید؟ باز هم هنوزم میخواهید که صفات پروردگار را با شبهه پراکنی و با عقل فاسد و کاسدتان رد بکنید؟ حقیقتا جای برای رد کردن نمیمانه. اگر انسان مسلمان باشه باید بر اساس آنچه که الله سبحانه و تعالی دستور داده و پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده یا بیان کرده و همچنین پیامبر علیه الصلاه و السلام آنچه که گفتن با آن انسان انقیاد بکنه و فرمانبرداری بکنه و آن را قبول بکنه. رسول الله علیه السلام این گونه گفتن سر و جان و مال و همه وجودمان فدایشان باد و قولشان وحی است و ما قبول داریم قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و عقیده ماست. پیامبر علیه السلام در مورد کیفیتش حرف نزدن، ما هم حرف نمیزنیم. پیامبر علیه السلام نزول پروردگار را تشبیه به چیزی نکردن، تمثیل نکردن، ما هم در موردش ساکتیم، نه تشبیه میکنیم و نه هم آن را تمثیل میکنیم. در این قسمت از برنامه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا از قسمت آینده که از موضوع جدید ان شاء الله در خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.